بچه سیروان گیمر هستم، خوش اومدین ویدیو دیگه. امروز اومدیم با شیدری که چشای ماب ها رو رنگی کنه. مثلا اینا رو برای شما آوردن که مثال بزنیم. خب بعد آموزش هم شما میدم. من کنه این جادوگره که چشاش اینجوریه. حالا یکم با دقت‌تر نگاه کنیم. اینا برای مثال آوردم، حالا چیز دیگه هم هستن. مثلا این پیگلان هستن که چشاشون سفید فکر کنم بود، ولی حالا هستن این داره میلرزه که تبدیل به اینه. خب بعدی بعدی اینه که یارو با وجه مشکل داره. نه سبز نه سفیده. این کلام با همش مشکل. این هم نه سبز نه سفیده. این همون خوب که این کریپره که متاسفانه مربوط قرمز اسکلتون که هیرو بران شده. من شب کنم که خوب بشه. خب اسکلتون سفید شده چشماش و زامبی چشاش سبز شده. خب الان میخوایم به شما بگیم که چجور این ریسوسپک رو یعنی همون مادو بریزیم. خب اما که خارج میشین وارد روبیکاتون میشین و یکم صبر میکنین تا بالا بیار. صبر میکنین. خب الان اینجا من برسون نمیخوام کنم. یکم صبر میکنین تا بالا بیار. برای بچه ها اینجا سیروان گیمر رو بالاخره تونستم بیارمش، یعنی کانالش رو یه کانال زدیم بالاخره. خب داخل قسمت جستجو سرچ میکنین سیروان گیمر، اسم همین کانال یوتیوبم. خب کم صبر میکنین این سیروان گیمر رو میزنین. اینجا یه مادی براتون گذاشتم، اینا میخونین دیگه میفهمین. این ماد رو میزنین، همین که با آبی نوشتم میزنین دانلودش میکنم. با دانلودش میکنین، میزنین روی ماینکرافت رو انتخاب میکنین، کم صبر میکنین تا بالا بیاره. حالا چه این که در حال بالا آوردنه تو رو خدا لایک و ساب کنین دیگه، اتون خواهش میکنم لطفا. متشکرم. این زنگوله هم بزنین، کامنت هم بزنین. متشکرم. خب کم صبر میکنین تا بالا بیاره، مثلا کم طول میکشه. خب اینجا میزنین روی دکمه تنظیمات ماینکرافت، کم صبر میکنین میزنین روی این بخش که سبزه و اکتیوش دیگه میخواین نکنین. اینجا 3 تا ماد انتخاب شده. شما میزنین رو، حالا برای شما این 2 تا ماد نیست، شاید وقتی مادای دیگه هم باشه. حالا میزنین این دانه کنین 2 تا رو ولشون کن. میزنین روی این مود که دور سفیده، میزنین روش اکتیوش میکنین و اینجا برای ماینکرافتتون هم ماینکرافته هم اینه. خب ببخشید بچه‌ها، ببخشید یه لحظه، ببخشید خدا. فقط خود لایک و ساب کنید. متشکرم. خب حالا اینجا اکتیوش که میزنین روی پلی، یه مود برای خودتون میسازین. مثلا اینجا معلومه یه مود ساختم دیگه، نمیخواد مود بسازم. اگه میخواستین شما میتونین یه مود بسازین. خب اینجا وارد مودم میشم، کم صبر میکنم تا بالا بیاره. صبر میکنم. خب هر وقت بالا آورد دیگه چشای رنگی داریم و میتونین ماب ها میتونن چشای رنگی داشته باشن. هر وقت میخواستیم میتونید با همون روش رو دیگه غیر فعال کنید که حالا غیر فعال کردنش هم بهتون آموزش میدم. لازم بالا بیاره. خب اینجا یه نخود گنز زدم. خب اینجا جادوگر داریم که چشاش این رنگیه. حالا همینه که به شما آموزش گفتم. این سفیده، این سبز سفیده، این همونه فقط. این کریپر، این هم اسکلتون. این هم شبیه هلیزون قشنگه دیگه. حالا سلیقه دیگه، سلیقه خودتون. این هم زامبیه که چشاش سبزه. خب حالا اینجا میریم بیرون و میخوام شما آموزش بدم که چجور باید اینو غیر فعالش کنید. بزنید دکمه تنظیمات، کم صبر میکنید تا بالا بیاره.
میزنید روی این اکتیوش کرده بودیم، میزنید دوباره رو همین که درست سفید دیگه، همین مودی که شما گفتم. این پانه چیزی نوشته داست و فرانجه، میزنید روش دیگه ماینکرافت خودتونه دیگه. حالا من برای قشنگی شدنم شیدرشون میارم، هر شما دوست دارید. میخواستیم میتونید شیدر دار بشین، میخواستیم میتونید شیدر دار نشین. تا ویدیو بعدی خداحافظ. لایک و ساب فراموش نشه. متشکرم. کامنت هم بذارین. دستتون در نکنه. خداحافظ. متشکرم.